سلام، امیدوارم حال دلتون خیلی خوب باشه. اگه میخواین آموزش بافت آفریقایی رو که پیش نیاز تمامی بافتای نسبی هستش رو یاد بگیرین، این ویدیو رو اصلا از دست ندین و تا آخر این ویدیو با ما همراه باشین. لطفاً ما رو حمایت کنین، ما رو سابسکرایب کنین، با نظراتتون به ما امید و انگیزه بدین تا براتون ویدیوهای بهتر و کاملتری رو درست کنیم. بافت آفریقایی به بافتی میگن که تقسیم بندی های اون به صورت مستطیلی شکل باشه. بچه ها، ما برای اجرا کردن بافت آفریقایی حتما باید بنا بر سلیقه مشتریمون مستطیل هایی رو حالا به عرض و طول های مختلفی که بنا به سلیقه مشتری هست روی سر مشتری اجرا کنیم. خب ما یه مستطیلی شکل تا تاج سر جدا میکنیم. زمانی که جدا کردیم اون تقسیم بندیمون یا اون مستطیلمون رو شروع میکنیم به تمیز کردن اون فرقمون، جوری که حتی یک تار مو هم این ور اون ور نباشه. خب زمانی که مستطیلامون رو جدا کردیم به وسیله کش چلگیس یا به وسیله کلیپس اونا رو محکم میبندیم و اون دسته‌ای که میخوایم بافت بزنیم و آزاد و رها میذاریم و شونه کشی میکنیم. زمانی که آماده بافت زدن بود ما میایم و جلوترین قسمت ممکنه مستطیلی شکلمون رو یه لایه ازش جدا میکنیم. حالا اون یه تیکه‌ای که از جلوی سر جدا کردیم و به 3 قسمت مساوی تقسیمش میکنیم. میخوایم بافت هلندی اجرا کنیم، یعنی بافت زیر بافی. همون قاعده‌ای که آموزشش رو تو ویدیوی قبلی گذاشته بودم، یعنی زمانی که دسته سمت راستی رفت زیر باید از سمت راستی لایه بهش اضافه کنیم مو. زمانی که دسته سمت چپی از زیر رفت وسط باید یه تیکه مو بهش اضافه کنیم. میتونین ویدیوهای قبلی هم ببینین، آموزش کامل بافت هلندی، بافت خورشیدی و براتون 0 تا 100 بود تمامی نکاتشو گذاشتم. حتما اون ویدیو رو اول نگاه کنید. به همین شکلی که میبینید لایه ها رو دونه به دونه از زیر بافت میزنیم. به همین شکلی که دارین میبینید. بافت آفریقایی خیلی خیلی بافت مهمیه، چون زیرساز بافت افرو، بافت دندون موشی و بافت نسبی هستش. خب دسته‌ای که به شکل مستطیل تقسیمش کرده بودیم و آماده می‌کنی برای شروع کردن به بافت زدن. بافت آفریقایی همون بافت هلندیه، با این تفاوت که توی تقسیم بندی های مستطیلی شکل اجرا میشه. تمام قاعدهش به همون شکله. ما باید بیایم از جلوترین قسمت ممکن
یه تیکه یا یک لایه جدا کنیم. اون یک لایه‌ای که از جلوی سر جدا کردیم و به 3 دسته مساوی تقسیمش کنیم. قاعده بافت هلندی به این شکل بود که دسته ها به نوبت از زیر میرن وسط. به همین شکلی که داریم میبینیم. دسته سمت راستی که از زیر رفت وسط، اینجا رج دومه که من شروع کردمش اضافه کردنمون. دسته سمت راستیم که از زیر رفت وسط، از سمت راست یا از همون سمت خودش یه تیکه مو هم بهش اضافه میکنم. دقیقاً همون بافت هلندیه. دسته سمت چپی که از زیر رفت وسط یه تیکه مو از سمت چپ بهش اضافه میکنه. نوبت دسته سمت راستیه. دسته سمت راستی که از زیر رفت وسط یه تیکه مو از سمت راست بهش اضافه میکنه. دوباره دسته سمت چپی که از زیر رفت وسط یه دسته مو از سمت چپ بهش اضافه میکنم. دقیقاً قاعدمون همون قاعده بافت هلندیه. فقط توی این بافت آفریقایی به خاطر تقسیم بندی که به شکل مستطیل شکل انجام دادیم تغییر اسم داده، وگرنه همون بافت هلندیه توی ابعاد کوچکتر و ابعادی که به شکل مستطیل تقسیم بندی شده. تا انتها باید به همین شکل این بافت رو بزنیم. حالا بر اساس سلیقه مشتریمون میتونیم این بافت رو تا تاج بزنیم، میتونیم این بافت رو تا انتها بزنیم و اینکه توی ابعادهای مختلف، تعدادهای مختلف این بافت رو میتونیم اجرا کنیم. هم به صورت افقی میتونیم اجراش کنیم این تقسیم بندی مستطیلی رو، هم به شکل عمودی میتونیم این تقسیم بندی رو اجرا کنیم. بعد هر بافتی هم که دوست داشتیم میتونیم روش اجرا کنیم، چه بافت کراس باشه، چه بافت هلندی باشه، چه بافت فرانسوی باشه، بی نهایت باشه، میتونیم روی این تقسیم بندی اجرا کنیم. به پایان این جلسه رسیدیم. امیدوارم از این ویدیو بهره کافی رو برده باشین. لطفا نظراتتون رو برامون کامنت کنین. نظراتتون خیلی برامون مهم و حائز اهمیته. پیش نیاز این نوع بافت هم این بالا لینکش رو براتون میذارم. حتما اول پیش نیازهای این نوع بافت آفریقایی رو نگاه کنین، بعدش بیاین برای یادگیری این بافت تکرار و تمرین رو انجام بدین. و اینکه لطفا ما رو حمایت کنین، ما رو سابسکرایب کنین، ما رو شیر کنین. تا جلسه آینده، خدایا رو نگهدارتون.